منطقه کوهبیرون. کوهبیرون فعلی از توابع ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردک می باشد که به صورت یک شاخه کشیده شده میان بامیان و پنجاب اخذ موقعیت نموده است. کوهبیرون تقریباً از سه طرف یعنی شمال، غرب، جنوب با ولایت بامیان یعنی مرکز بامیان، ولسوالی یکاولنگ و ولسوالی پنجاب هم سرحد بوده و فقط از طرف شرق با ولسوالی مرکز بهسود خاک مشترک دارد. کوهبیرون در مسیر بهسود دایزنگی از پل بندشو به طرف شمال مسیر آن جدا می گردد که ابتدا در اینجا به یک دره تنگ، عمیق و باریک بر می خوریم که به نام بومیخک یاد می شود، ولی رفته رفته بر وسعت این دره افزوده شده و در نهایت به 3 تگاب تقسیم می شود که منطقه کوهبیرون را تشکیل داده است. بومیخک در ساحه دوآبی به 2 دره تقسیم می شود. یک دره به طرف شمال یعنی راست جدا می شود که با طی کردن چندین کیلومتر راه به نام تگاو سربلاغ یاد می گردد و یک دره دیگر به طرف چپ یعنی جنوب رفته است که تگاو برخنه را تشکیل می دهد. اگر در امتداد دره‌ای که به نام سربلاغ یاد می شود سفر کنیم، این دره نیز در ناحیه بومکوشه و قلعه کافرو به 2 تگاب تقسیم می گردد. یک دره به طرف شمال شرق کوهبیرون می رود که تگاو جرخنه را تشکیل داده است و دره دیگری به طرف شمال غرب می رود که به نام تگاو سربلاغ یاد می شود. در نتیجه باید دانست که کوهبیرون از لحاظ جغرافیای طبیعی فیزیکی شامل 3 تگاب یعنی جریخانه، سربلاغ و برهخانه می باشد. کوهبیرون از لحاظ توپوگرافی یک منطقه کوهستانی هست که دارای دره‌های عمیق، کوه‌های رفیع، قلل بلند و شامخ می باشد. کوه بابا از هر طرف همانند حصاری بسیار بلند و بزرگ کوهبیرون را از مرکز بامیان و ولسوالی‌های یکاولنگ و پنجاب جدا کرده و شرایط زیست نباتی و حیوانی را در این منطقه مساعد ساخته است. بیشترین اراضی زراعتی کوهبیرون در دامنه‌های کوه‌ها و میان دره‌ها قرار گرفته است. از این رو در فصول بهار و تابستان دارای دره‌های سرسبز، چشمه‌سارهای فراوان و اقلیم خوشگوار می باشد که سبب احیای زمین‌های زراعتی، درختان و چمنزارها گردیده است. برگرفته شده از کتاب سیمای جغرافیایی کوهبیرون صفحه 7 الی 9 مؤلف محمد آصف رجا عسکری.